فامیلی تو هستم، خوش اومدید به ویدیو. و الان امروز قرار بریم سراغ ماینکرافت، یعنی پارت جدید ماینکرافت رو من درست کردم و الان داخل ادیتش هم گفتم بیام صدا رو ضبط کنم، چون تصویری که گرفته بودن تصویرش خیلی خراب بود و اینا، گفتم از صدا استفاده کنم داخل این ویدیو. و الان صدامو داخل ویدیو دارید و اینا. قراره داخل این پارت بریم سراغ ماجراجویی، یعنی آپدیت جدیدی که خود ماینکرافت داده، آپدیت ماجراجویی، یعنی باید بریم ماجراجویی کنیم و باستان شناسی و همین چیزاست. و قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، لایک، کامنت، سابسکرایب چنلتون رو روان کارو خیلی 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 از من حمایت میکنید. حرف دیگه واقعا نمیمونه، بریم یه ترانزیشن ببینیم و بریم سراغ گیم. ما الان داخل فارم اسپانر وات داخل فارم ایکس پی مون هستیم و اون فارم عنکبوتمون هستیم که الان اسپان فرو یعنی اف کی کردیم تا اینا رو بیا الان میکشیم میشه. اینا فقط واسه من شیدر رو بیار شیدر رو بردارم، چون وقتی شیدر باشه بازی اینجوری لنگ میزنه. اینا الان چون اسپانر هم هست خیلی داخلش شلوغ میشه و اینا. بعد الان امیدوارم که این صدا لامصب صدام درست باشه داخل این ویدیو که باز دوباره به مشکل بر نخورم، باز نتونه، باز امیدوارم که صداش درست باشه. این صدا اینو داخل ویدیو باشه. ببخشید الان ما می‌خوایم مجبوریم چون میکروفون ضعیف و اینا مجبور اینا رو بکشیم اکتیو به دست بیاریم، چون قراره دو تا آمبرکینگ دیگه مونده که این دو تا آمبرکینگ رو روی چیز بزنم، روی وسایلام بزنم که روی هلمت و خب وسایلمون ترمیم نمی‌کنیم و میریم سراغ همین اول سراغ وسایلمون، یعنی سراغ ایکس پی. همینجور ایکس پی که مشاشم آیه. پارتس قراره الان کتابا رو ویدیو کتاب که میخوام بگیرم اینا رو سعی میکنم یا بگیریم یا نگیرم، چون خسته کننده اینا میشه احتمالاً نگیریم ویدیوشو اینا رو. اما داخل این پارت الان ما اسپانر رو گذاشتیم، اینا رو همه گذاشتیم، یا قرار بریم ماجراجویی، چون داخل آپدیت جدید ماینکرافت میشه ماجراجویی کرد و اینا، یعنی کلا اسم آپدیت ماجراجویی 1.20. یا میریم ماجراجویی میکنیم شطور بگیریم برای خودمون، ببینید اگر میتونیم اسنیفر و اینا رو همه رو جور کنیم برای خودمون. اگر هم نشد که کلا میریم سراغ ندر. حالا باید ببینیم چه اتفاقی برامون میفته و اینا. الان تنها مشکلی که هست این که باید بریم سراغ یه جایی که برای گشت گذار، چون من تو چند تا پارت قبلی از این سمت رفتم، یعنی به این سمت رفتم که هیچ چیز جز این جنگلی نبود، یعنی کلا یا این جنگلی بود یا یه جزیره بود یا آب بود، کلا صحرا اینا پیدا نکردم برای ماجراجویی اینا، یعنی چیز زیاد مهمی نبود داخل اینا فعلا. بس مجبوریم یا از این ور بریم یا از این ور بریم، آره، یا به این ور بریم یا با این ور بریم. از این ور رفتیم به چیز رسیدیم، به اون درختای چی میگه اسم درخت، اما همون درختا رو اگه ادامه بدیم میتونیم اون چیزی که میخوایم برسیم. حالا ما از این ور میریم، این سری از این ور میریم و بعد بریم سراغ اسب هم که گندم لازم داره، بدون گندم هم میشه. ما 3 تا گندم برمی‌داریم، 3 تا گندم اوکیه. وسایلمون رو تختم که برداشتیم، آره اوکی. بریم سراغ ماجراجویی. شطور باید بریم شطور باید بریم بیاریم و کنه باید بریم گشت و گذار کنیم تو این پارت. گشت و گذار کنیم تو این پارت تا هرچی گشت و گذار بیشتر، راحت‌تر و بهتر بتونیم یک دونه از اون چیزا برداریم، از اونایی که میشه چیزاتو زرهاتو تزیین کنیم، از اونها پیدا باید بکنیم. یعنی داریم 3 تا داخل از کشتی پیدا کردیم، اما خب اونا طرحشون والا طرح جالبی نیست، بخاطر همین مجبوریم بریم سراغ اون یکی که لازم داریم. اما کارم من ماجراجویی اگه بتونیم زود صحرا پیدا کنیم که اوکیه، یعنی خیلی عالی میشه. آره اوکی 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 این ویلیج رو من قبلا اومدم فکر کنم آشنا به نظر نیست، نمیدونم اومدن یا نه. اول میریم سراغ ببین اگر یه دونه از اینا رو گشته باشن یعنی اومدن، اگر نگشته باشن اما آشناست برام، فکر کنم اومدم اینجا رو. آره اومدم، دیدیم اونجا اومدم چون از اینجا رد شدم. اما این چیزاشو میکنیم، گندماشو میکنیم چون برای خورد و خوراک در ادامه لازم میشه، چون برای سفر طولانی داشته باشیم اینا رو همه رو نمیکنیم.
حالا اون دوش رفتم اون رو کندم یکیشو. آره دارم با 4 تا دیگه این سگه، یعنی سگ ولفه راضی بشه. اوه حاج آقا با 2 تا راضی شد، تو رو برمیداریم. حالا ما تو قسمت های قبلی سگ پیدا کردیم و این سگ از خودمون داشتیم، اما به خاطر یه سری مشکلات خیلی مشکلاتمون یه جورایی تقصیر خودمونه بود. به خاطر اون سری مشکلات ما چیز برخوردیم، اینکه یعنی چیز شد. اتفاقی که افتاد این بود که سگمون مرد. به خاطر همین ما الان دیگه این سگ اگه بمیره براش کلی کار چیز میکنیم داره. فقط الان چیزی باید پیدا کنیم، اون جنگل رو پیدا کنیم، از این جنگل رد بشیم. جنگله الان اینو گشته مونه نگشتم. اگه گشت باشم نمیدونم، چون اون موقع من اینجا این بلاک گلده برمیداریم. این ربطی فورتون نداشت نه؟ آره گشتیم اینو که اینو برمیداریم و بریم سمت این تا به اون جنگله برسیم و از اون جنگله رد بشیم و بریم تا کجا هم میتونیم بریم. بس خوب متنفرم بخاطر میکنم میکشمش. I am مسلمون نو گوشت خوک نو خوردن بیف گوشت نه نو خوردن بیف بیف is beef نو بیف خوک چی میشه پگلی نو بیف پیگ نو بیف نو پیگ بیف، یعنی گوشت خوب نمیخورم. انگلیسی ماشاءالله قویه. نایم بیارم سر قرارش دلم دوباره شد بیقرارش دلم چه تنگه واسه نگاهش شدم اسیر چشمای سیاه چقدر دلم باز شده بله عاشق بلایه جون این دل تو قلب من باز شده بله عاشق بلایه جون این دل. جنگل که پیدا کردیم به معنی این که بامبو هم پیدا کردیم است و میتونیم اون چیزی که میخوایم رو درست کنیم. آقا بهترین جا اومدیم و کلن تو این پارت قراره تزیینات رو شروع کنیم، یعنی بریم تو سراغ تزیینات. دور خونم قرار از این درخت ها بکنم، به شدت خوشگل میشه. نگاه به شدت خوشگل میشه وقتی اینا رو بکاره. خداییش نگاه چقدر اینجا خوشگله. دلم بوده باره شده بیقرار. خیلی جای خوشگلیه و اینجا که تمپل اینا نیست خب، اما اینا به کنار، اینا هیچی. الان ما باید بریم سراغ یه دونه از این چیزا، یه دونه صحرا. این بایمی که میخواستم پیدا کردم، جنگل ها رو پیدا کردم، یعنی اون همه را من میخواستم برم اون از اون صفحه می‌نویسم دوست از این چیزا پیدا کنم و نیازی نبودیم همه شیشه درست کنم و آب مصرف کنم تا بتونم بودیم از اون خاک رو بردم. میمونه از اینا میکنم و درست میکنم. حالا ما از اینا میکنیم لازم میشه و الان ما میریم توی آب میخوابیم. توی آب که بخواب یعنی داخل جاوا میشه تو داخل آب بخواب. داخل آب بخوابی فقط سگمون امیدوارم این بالا باشه من نیاد پایین غرق باشه. به باز این سگمونم کشتن دادیم بدیم. آره تا اون بالا باشی بهتره و گندش بزنن. شب کش شب چی اسمش بارون داره میاد. بارون میاد و اون موقع این بارون بدجور اون موقع آدم میره
خیلی این با این خوشگل. من شیدر رو بزنم الان بارون نمیاد، صدای سیستم که الان در اومده که امیدوارم تو چیز نباشه، صداش تو چیز نباشه، تو میکروفون نباشه که تو مشکل بر بخوریم. اینه با شیدر بسی خوشگله، واقعا بسی خوشگله. وقتی من ریسورس پکم بردارم از روش. واقعا خوشگله، یعنی بسی خوشگل میشه اینجا. عملا بارون اگه بره بهتر اینجا، یعنی خوشگل تر دیده میشه. اما خب چه فایده این لعنتی الان تو چیزه و نمیشه این کار انجام داد. ما شیدر رو برمیداریم و ریسورس پک رو میندازیم، چون ریسورس پک یه جورایی بازی رو راحت خیلی خوشگل میکنه، شبیه انیمیشن، یعنی اون تیزرش رو اینا میکنه. خاطر ما این ریسورس پک را میزنیم. و روی که اومدم رو دارم برمیگردم. باید سلام مختصات رو نبینم 200 الان داره چه میشه نگاتی کنی نداره، برمیگردم. یه بایم دیگه رسیدم اینجا، یا بدون از این بایم دیگه است. اینجا ویلیجه احتمالاً، چون کدو اینجا سلام. من نمیدونم، همه میگه وقتی که نزدیک های لیجا کدو پیدا کردی نزدیکش یه ویلیج هست. من اینجا همه کدو پیدا کردن نزدیکش ویلیج رو پیدا نکردم. و برای این از این بایم که گفتم بریم سگ.
حالا باید وایسیم تا شب بشه. سپر جادویی، سپر جادویی دبلاحه برنباحه لايك من سبسكرايب يجيني لي عاد النرق ويجير غيل من وعيد ميجنيد ولن ما بعيد من دزير بيجيب لعين بخايبين خبر ميجنين با جيب ديم جيب ملعب این میزنیم و بزین زم ده رگد میگنیم کلی برم گیم جاز برگشتم سر جام و همون ویلیجیه که ویلیج نزدیک خونم فکر کنم. نه ویلیج نزدیک خونم نیست، یه ویلیج دیگه است. اینجا چی؟ is black is white. چرا آرام شد؟ سرعتش بدی نیست اما خوبه بود. اوکی سرعتش obsidian
رفقا ممنون از اینکه ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم از این ویدیو لذت کافی رو ببرید. پایان این ویدیو بود. ویدیو کاملش خیلی طولانی، به خاطر این نمیتونم داخل یه پارت جاش بدم و اینا. قراره داخل 2 پارت یا چند پارت دیگه همین ویدیو رو درست کنم و این میشه پارت اول ماجراجویی. پارت دوم ماجراجویی میشه هفته دیگه میاد. و ممنون اینکه ویدیو رو تماشا کردید. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. با این کارتون خیلی 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 از من حمایت میکنید. این داخل این صفحه میاد، حتما فالو کنید که داخل اون خبرها و استوری‌ها و کلی چیزا رو از داخل به خاطر همین چنل میذارم داخل. حرفی دیگه باقی نمیمونه و خدا نگهدار.